دوستان سلام و درود بی پایان برادرای عزیز. او برادرمون پول داده، پولم نسوزه، گفته صابون خورده. ما هم خرید کردیم قدر روزی بگ پولمون از خود بگیره دیگه میخره زکاس کنیم. چی رکن؟ بی پول که هست از افترک نمیخواد شو ورده با تو باید کسب بخریم. در حقیقت ورزش های برادرها کیف میکنی. بزا برفای تاجیکستان باش که خنکیده بومری هر روزی بید زنده باشه. گه باشو بالا دا من اینجا دا برج خلیف میگم برادرها. برج خلیف خب آمده من اینجا برج خلیف. همه دوستای عزیز اینا برادر عزیز چیست برای شما. خب اینا ما برای خگام زایستم که زوکی مرا وای نخپا. اینا موزیکایی که هست زوک همه خپا یوتیوب محکم میشه برای من. وقتی که برنامه میگیرم کم کم وای گپ زدن میگیرم. من نگین که بسیاری بعد گپ زدی. خب بمرم در تو بکشم در تو بمرم در توی بکشم در تو سوختم عیار در یادی تو سوختم عیاری در یادی تو طبیعت روزی گرم و سر دارد، چمن گلهای سرخ و زر دارد. کجا دانند به دلها دلی ما که هر یک خنده ای ما درد دارد. برادرای عزیز همین هم بزرگا میگن بیچاره‌وار گریه مکن پیش زندگی، این اسبی مست تن به ضعیفان نمیدهد. من شنوید کلیسم شنوید میگم تقدیر هم میده. تقدیر نصیب آدمایی هستن در تقدیرشون کیم چی گپای. برای هم که در تقدیر تن دادن نکن، شکر کردن نکن، فقط رزق خداوند طلب کردن کن. رزق دهنده تنها الله های، عمر دهنده تنها الله های. چقدر که بسید چقدر که مرگ بسید میآید، رزق هم نمیخواد بسید میآید. زنده باشه خداوند بزرگ همون رو نگاه کنه. مقصد دیگه پون برای چه که اقلیم علی شیدگی های اقلیم علی شیده است که کنه تلویزیون رو دم میشنوین علی شیدنی اقلیم برای همین قد این خمون وقتی پیش که برف میباره دوزی کمان خشر ناو کم شیده است. برای همین خوازی اقلیم که علی شیده است ایجاد هم بارون باریده. این خونه خود برف باریده که بارون باریده که ایجاد هم دبی هم بارون باریده. خیر خدا خودش هم طبیعت درست خداوند چیزی که خواست حل میشه. رفتن میگیم با چیز دیدیم با بنوار میگیریم روش. خیلی جایی هم بهترینش همین جای در اومدیم که الکی مهمونو رفته است بدین خیلی ما میاد در اومدیم از سر خدام. اینا خیلی جا رختون شین وقتی استیم بخوام کجا زنده باشه سربلند باشه جو همش پول خطی بده. خیلی شکرانه برادرو واردن مونی نما برای شما در اومدم نشون دادم کسی که ندیده اینا محرمه اینا. خیلی دوستان عزیز توکلی آمد به خدا. با تا برنامه‌های دیگه با یک جا پیدا میشم با خداوند خودش میدونه. سربلند و خانواده‌باد باشه.